شعر همین گونه است. شعر در شکل شعر اوزان نوشته شده است. خوب شب عروسی رو هم میدونیم که برای یاری که ناکام شده است چقدر ارزش دارد، چقدر سوزش دارد، چقدر درد دارد. امشب میان شب‌های دنیایی شبی عالیست برای تو. شبی که غصه ها را خنده ها مغلوب می‌سازند. شب شادیست برای تو. تو امشب از غم دنیا فراموشی. مبارک باد. مبارک باد خاموشی در این دنیای مدهوشی. تو میدانی امشب وعده‌گاه خالی است. دیگر آن سنگ‌ها و سبزه‌ها هرگز به حال ما نمی‌گریند. دیگر آن عاشقان چون لیلی و مجنون برای همدیگر هرگز نمی‌میرند. دیگر با بوسه شیرین تو آرامم نمی‌سازی. دیگر در بیت‌های شعر من هرگز نمی‌نازی. تو امشب در بر دیگر کنار بستر گرمی، ولی من مثل یک پیکر کنار خانه سردم. تو امشب میان خنده و شادی، ولی من کشور دردم. تو امشب مست دنیای ز بخت خویش می‌نازی. حلالت باد. حلالت باد عزیز دل به این سان عشق نوازی. تو میدانی خدا رو از برایت زاره می‌کردم که شاید آن من گردی. در این دنیای تنهایی تو شاید جان من گردی. ولی امروز دانستم که آن مرد کنار تو ز من بیشتر خدا گفت است. ز من پیشتر دعا گفت است. من امشب بار دیگر نامه هایت را بخوانم یک به یک، پس آن دهم برباد و زیر لب فغان سازان بگویم که عزیز دل چنین بگه مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد. سلام علیکم. یک صحنه بسیار آشنا است.